الله الرحمن الرحیم. سلام، ما اخلاص فرامرزی، دانش آموز پایه ششم از دبستان شیخ اسحاق کوهیجان از شهر دارالعلم، شهر شیخ عبدالله نقشبندی و شیخ حسن علی. میلاد پیامبر رحمت و مهربانی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت خدمت همه مسلمانی جهان، به خصوص همشهری خام تبریک گم و همچنین پیشا پیش روز دانش آموزم تبریک عرض کنم. من افتخار کنم که یک کوهیجیم. کوهیج شهر با صفای علم و ادبن و خیلی خوشحالم که یک اچومی زبونم. زبان شیرین اچومی یکی از قدیمی ترین لهجه مناطق جنوب ایرانند و از سابقه تاریخی برخوردارند که طرفداران زیادی بین زبانشناسان و فرهنگ دوستانشند. خوشا کوهیج، خوشا که با صفااند، همه مردمانش مهربان و مهمان نوازند.